افتتاح مرکز فرهنگی جاده ابریشم در پایتخت پاکستان. مرکز فرهنگی جاده ابریشم در اسلام آباد با مشارکت دیپلمات‌ها، سفرا و دوستداران فرهنگ از کشورهای مرتبط با جاده تاریخی ابریشم افتتاح شد. این مرکز با هدف تقویت تبادلات فرهنگی و همبستگی ملت‌های مسیر جاده ابریشم فعالیت‌هایی همچون برپایی نمایشگاه، کارگاه آموزشی و اجراهای هنری ارائه خواهد کرد. هدف ما از راه اندازی مرکز فرهنگی جاده ابریشم نزدیکتر کردن کشورهای منطقه‌ای تا با تبادلات فرهنگی غنی کشورهای مختلف تماس مردم با مردم تقویت پیدا کنه و ضمن آشنایی با فرهنگ‌های مختلف احترام متقابل بین ملت‌ها بیشتر بشه. جمهوری اسلامی ایران با برپایی غرفه‌ای از صنایع دستی، نمایش غذاهای سنتی و مشارکت در برنامه‌های هنری حضوری چشمگیر در مراسم افتتاحیه داشت. غذای ایرانی خیلی عالیه. طعمش فوق‌العاده است و خیلی بی‌نظیره. غذاهای ایرانی در بین غرفه‌های کشورهای حاضر لذیذترینند. افتتاح این مرکز نماد تنوع و همبستگی بین‌المللی است و این بستر فرهنگی می‌تواند میراث تاریخی و ارزش‌های مشترک انسانی را تقویت کند. مرکز فرهنگی جاده ابریشم می‌تواند نقش مهمی در ترویج فرهنگ‌ها بین ملت‌های عضو داشته باشد و برادری را بین مردمان این منطقه تقویت کند. استارت خوبی زده شده که انشالله با همت و همکاری همه کشورهای عضو این کریدور بتوانیم برای ترسیم گذرگاه‌های تجاری و اقتصادی بین کشورهای این حوزه انشالله بیش از بیش فعال باشیم. ایجاد این مرکز فرهنگی در اسلام آباد فرصتی برای بازآفرینی این میراث و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه‌های مختلف است. مرکز فرهنگی جاده ابریشم نمادی از همبستگی ملت‌ها و بستری برای حفظ میراث مشترک و ترویج تنوع فرهنگی در منطقه است. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.